آقا سلام، خیلی مخلصم. ارادت، چه خبر؟ آقا قراره امیر بیاد خونه بعد شروع کنیم به شوخی کردن. کار بدی چی شوخی کردن؟ که کلا کار بدیه. آقا چی شوخی می‌خوایم بکنیم؟ خودت درگیری ما الان شده مثلا آدم خوبه. بعد ما رو بکنه بعد خودش بشه خوبه. بیشتر این شوخی‌ها رو باید تو بکنی باش. من میتونم یه جمله بگم؟ بفرمایید. بعضی وقتا خدا یکی رو میاره تو زندگی با دوستش آشنا بشی. چرا رفتی؟ نه بریم با همین شد. یه دقیقه بریم با همین آقا. الان بهشون میگه. بابا بشو. بعد زدی آقا. چی بود؟ چی بود از این شوخی باش داری؟ نه بابا مسکن نه نه این شلوارشو کشید بالا تو داداش منی. شرمنده آقا. ویدیوشو تو یوتیوب دیده بودم. چی بود ویدیوش؟ با دست میدارم شلوار شبکی میشه. با دست بود؟ به جون من دست نده. به جون داره فیلم میگیره عدد نداری؟ چکار کردیم؟ واقعا چی بگی بخوام؟ کیرش بود با دست ندارم. بیدار شدم داری من رو نگاه میکنی. الان با اون خواب من یعنی بیرو بکریالا بیداری؟ آه برش تو منو میزنی با اون دست سنگینه. چطور بود؟ چیزی نیست هم چیزی نیست چطور بود؟ چیزی نیست آقا بام شما بر. اگه نشه کردی این همه میخوای باشو. نمیدونم چیزی نیست مبارکت باشه اشماش ریخت. چشمازیات چیه بابا؟ با دنبایی نره بیرون با اون نره بیرون. برو تو کسافت. برو دوش بگیر من بس. بازی در نمیدی بابا. شونی بازیات چیه؟ خیلی بیادبه بددم بیادب. آقا کیسه زباله ها کجا؟ همونجا داد تو کمد بالایی هست.
تولد مبارک. بابا کیره خط نیکول علی کلیپ خفن شد نگاه شما شعر نگاه نخواهم دوست داشته نگاه اینجا شد نگاه این شایدم تمام شد مهران تابلت کجاست؟ سرایه کجاست؟ داشت میزنم میزنیم بشار سرایه اون همین فقط بزن حواست باشه اون اتصالی داره شارژره. نه کامش اینجاست آره نه. داشت باشو خود بزن من فوبیای برق دارم باش چی داری؟ فوبیای برق دارم اینا بغلت دیگه یه لحظه بزن بشار داداش میگه اتصالی داره گسخور مسخوری مرتضی چه اتصالی داره؟ آقا دو سال واقعا داری میگی؟ آقا نیا به خدا من صبح با این زدم تو شاید آقا این همون کابل است یه نه، ورداشته داداش. سری شد چیزی که چسب برق به داره قرآن مجید چسب برق نیست من تونگو اوه، باید نگاه بشم کن. برم خود کنم. تا زده بودی؟ مرد مرتضی بچه نشدی حالا یه روز لش نگی نمیزم زد شد بعد دست یخ میکنم. ببخشید بابا اتصالیه چی بچه ای تو بابا به قرآن چیزی نیست به اول فصل اونجا شد کسخل مسخوری شما چرا؟ زدی اونجا اونطوری شد نه؟ تو دومیه باقی زد من ترس اون چی بود؟ یه حضرت عباسی کسخل مسخوری شما رو من در جریان نبودم میشه به اون دور میشه به اون دور میگم یه دست تکون بدید یه تمام شه بره؟ اونا اونجا بابا جمع کن بابا حامد تو رو حضرت آقا عباسی بلند نشه باز زخم میشه به خدا بلند نشه با دنبایی هم بابا قرآن بس این کسیانک بازی ها چیه؟ کلا 10 بار اومدم یه بار اومدم بخوابم 2 بار اومدم دستشویی و فلان برفشاری کسیانک بازی ها چیه؟ اون همه خوش شما اجازه این ویدیو رو نمیشه صورت که جانم علی طبقه شیشیم داداش این بی جنبه خیلی تو بی جنبه بابا گم شید تو شوخی با ما نمی‌کنی کجایی؟ تو چه کنترل الان انداختی کنترل طبقه شیشیم باید 36 بچه با جنبه ایه اینجوری هم نیست بابا تپش قلب گرفتن این کارا چیه حضرت عباسی؟ دفعشقه به خاطر آیپایی که خورده ایه تو واقعا ترسیدی همین؟ بی جنبه بازی ها چیه با تمام شوخی دیگه شوخی میکنیم دیگه بابا میگم تپش قلب گرفتن دستام داره میلرزه این کارا چیه؟ بوم زدی مگه تو فندک رو از کجا آوردی زدی دهنت اون فندک نداریم میگه تو خونه سیگار میکشیم این مثلا حاضری برینید تو دکور خونه فقط مثلا بخندید همین؟ مثلا من ترسیدم الان خیلی برای ما ارزش داره ترس ولی واقعا دید نه ترس. واقعا ولی ویدیویی که لبخند مردم واسه ما بیاره خیلی با ارزشه با ارزش داره یه کاری کن یه واقعی به ترسه سرشو ببرم دیگه عملیات جدی ناراحت شدی امین یه دست تکون بده تمام کنیم ویدیو باشه آقا دست نه با لذت دستش دوستتون دارم مرسی که ما رو نگاه کردید راضی دیگه اشکم یه دست تکون بده بدونم بی جنبه نیستی آقا حله به قرآن جنبه است تمام نوکر آقا مرسی که ما رو تا این لحظه نگاه کردید خیلی مخلصیم خیلی